بچه‌ها خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم بهتون آموزش بدیم تو اسپورت سوار چطور صورت بینم ماشینه که دوست دارید انتخاب میکنید، یه جاده رو انتخاب میکنید. خب باز کرد. حالا استارتمون رو میزنیم، برید به این سمت، اینجا به این سمت دنده رو اتومات کنید. اتومات کردید دقیق صاف به اینطور. حالا این فرمون رو به سمت راست بگیرید. به راست گرفتید همینطور گوشی رو باز کنید. کدی که یعنی کد 140 201 101 رو بزنید. ای بابا 101. این کد تک چرخه بچه. چون اینطور شد؟ 140 201 101. آره این کد وقتی بزنید شما قابلیت تک چرخ رو میگیرید که ماشین تو تک چرخ میزنه. حالا که تک چرخ روشن میشه. بعد که روشن شد گاز بدید، اتومات باشه حتما دنده ها. حالا آماده برید. دنده گفتم اتومات. سعی کنید به سمت راست برید، فقط از جاده خارج نشید. از جاده خارج شید بده، سرعتتون کم میشه. آره همین حرکت رو پیاده کنید. رو اکثریت نسخه ها جواب میده. بیشتر رو نسخه آخری که این فعلا تست شده است دیگه. بگو اینطوری الان ماشین سریعتر از قبل شتاب میگیره. شتابش قوی شده. حالا که رسید به آخرین سرعت دیگه ولتر نمیرفت، بزنید دنده ای کنید، بیارید رو وسطیه. نکنید داره میره بالا. با این روند دیگه تا بی نهایت هم میره. اما 300 تا بالاتر همینطور میره دیگه. شما کار نشه. این همیشه همینطور میره تا 3000 رو میره. تا 3000 رو میره. رو هر مپی هم جواب میده. کار خاصی نمیخواد، فقط این کد رو بزنید. همین کارهایی که انجام دادم رو انجام بدید. به این راحتی شما کارتون رو انجام میدید. و دیگه الان رسیدیم به ته دیگه. رسیدیم تا 380 تا 80. برو ولتر دیگه. خداحافظ. بس ماشین ساده. منطق فیزیک. آقا لطفا اون قلب و قرمزش کن و ما رو دنبال کن. دمتم گرم. تا ویدیو بعد بدرود.